به به. سلام. سلام. حاضر شب با بچه بریم بیرون؟ بیرون؟ درآمدی برام نمونده. از صبح دارم دنبال کار میگردم. هر چی دارم میبینم کار کرگیوره. خب این که بد نیست. یعنی چی بد نیست؟ فکر کن من برای کار کرگیور اپلای بکنم. اگر بخوام کسی رو جابجا بکنم، یعنی من اصلا نمیتونم کسی رو جابجا کنم. خیلی سنگینن. ولی اینو میدونستی که توی کانادا تو اصلا اجازه بلند کردن کسی رو نداری و حتی لازم نیست به خودت فشاری وارد بکنی؟ واقعا؟ آره حتما. میخوای راهشو بهت نشون بدم؟ آره خب بیا بهت چجوری؟ نشون بدم. باش. بریم. چه تویی که دوره کرگیوری رو گذروندی یا نگذروندی، یه موقعیت خیلی خاصه که میتونه اسکیلای تو رو بالاتر ببره و تو رو بین رزومه‌هات بدرخشونه و یک مسیر خیلی خوب رو برای اینکه توی شرایط استخدامت چانس بالاتری داشته باشی رو فراهم بکنه. مانیوال هایدرولیک لیفت. این دستگاه به شما کمک میکنه که بیمار رو بدون فشار بتونی جابجا بکنی. یک پمپی داره که حرکت نرم و ایمن رو برای جابجایی با کلاینت ایجاد میکنه و همینطور اینکه امنیت کلاینت رو بالا میبره و باعث میشه که از آسیب دیدن به کرگیور جلوگیری بشه. الکترونیک پاور لیفت. این دستگاه با فشار یک دکمه انتقال بیمار رو سریعتر و ایمن‌تر میکنه. این دستگاه جابجایی بیمار رو سریعتر، راحتتر و کاملا ایدئال برای جابجایی کلاینت‌های شما با هر وزن و هر اندازه است. شاید برای مراقبت‌های طولانی مدت و محیط‌های پرکاربرد این انتخاب یکی از ایدئال‌ترین انتخاب‌های شما باشه. سیلینگ ترک لیفت باعث میشه که انتقال آسان و ایمنی رو داشته باشی، کاهش فشار روی کرگیور باشه و یک صرفه‌جویی در فضا. یعنی اینکه چون ریل هایی داره که روی سقف میتونه صرف بشه، باعث میشه که فضای زمین رو اشغال نکنه و فضای کوچیکی رو بتونه به این کار اختصاص بده. آخرین دوره لیفتینگ ما توی سال 2025 8 اکتبر با بزرگترین کمپانی موبیلیتی در کانادا که این بهترین ترینینگ موجود برای توه. 4 اکتبر آخرین مهلت ثبت نامه. همین الان با من تماس بگیر تا جا نمونی.